به شبکه کارتونی اجتماعی تونستان خوش آمدید. در تونستان شما میتونید با استفاده از کاراکترها و پس‌زمینه‌های از پیش حاضر شده و یا حتی عکس‌های خودتون تصاویر طنزآمیز تولید کنید و به اشتراک بگذارید. برای اینکه کار با تونستان رو شروع کنید بایستی به تونستان بپیوندید. برای ثبت نام کاربری انتخاب میکنید، ایمیل و رمز عبوری که فقط خودتون خواهید داشت. وقتی که اینها رو وارد کردید یک لینک به ایمیل شما فرستاده میشه و نهایتاً وقتی حسابتون فعال هست وارد سیستم میشید. شما در تونستان میتونید زبانهای مختلفی رو انتخاب بکنید. فعلا 2 زبان داریم، فارسی و انگلیسی. اگر من بخوام کمیک جدیدی بسازم باید بدونم چه قالبی میتونم استفاده بکنم. مثلا من قالب خالی رو انتخاب میکنم، دکمه کرییت رو میزنم و برای من یک فضایی باز میشه که این در حقیقت جایی هست که کارتون من قرار هست درش خلق بشه. من توی اینجا رو کلیک میکنم برای اینکه پس زمینه رو انتخاب بکنم. بر فرض پس زمینه شهر، پس زمینه دور شهر تهران که البته کمی خاکستری سبز هست. حالا کاراکتری رو که بخوام انتخاب بکنم از اینجا میارم. یکی از سیاستمداران رو میتونم بیارم. حالا میتونم بر فرض بیام سراغ آقای روحانی، روش کلیک میکنم که کاراکتر آقای روحانی بیاد وارد این پس زمینه من بشه. حالا میخوام یک دیالوگ براش بگذارم. این دیالوگ روش کلیک میکنم، اندازش رو به اندازه که میخوام اون بالون رو باز میکنم. بعد اینجا روی دکمه وارونه کردن افقی میگذارم. حالا کلامی رو که میخوام بر فرض آقای روحانی بگه اینجا به زبان فارسی فونت هم میتونم انتخاب بکنم. انواع فونت های مختلفی اینجا هست. افزودن متن رو اینجا پیدا میکنم، میارم بالا. حالا اگر میخوام میتونم این رو 2 خطه بکنم اینجا به همین صورت و اینجا بیارمش. اندازش هم میتونم بزرگ و کوچیک کنم و نهایتا بیام اینجا اسم میذارم براش، کلید گم گشته. یک تگ هم میتونم اینجا براش بگذارم که راحت بقیه بتونن پیدا کنن، مثلا کلید، و بعد دکمه پابلش رو میگذارم. به این ترتیب کارهایی که من در اینجا ساختم در گذشته جلوی روی من هست. آرشیو من این منتظر میمونه تا سردبیری تونستان کار رو تایید بکنه که مدت زمانش هم بسیار کوتاه و ظرف چند دقیقه کاری که قابل انتشار باشه رو ما منتشر میکنیم.